دوستان هنوزم از ما میپرسن که ایران کجاست. ایران اینطوریه که شما با 13 میلیون تو سال 97 میتونستی یه پراید فنی سالم بخری، در حالی که تو سال 98 نهایتا میشد یه موتور نوع واقعا خوب سوار شی. حالا همون موتور تو سال 99 میشد یه لباسشویی 7 کیلویی اصل سامسونگ. و اگه من بهت بگم که با همین پول تو سال 1400 نه تنها میتونستی یه سکه امامی بخری که یه ربع سکم کنارش در میومد، والا به من میخندی. و یه سال بعدش شما با 13 میلیون دیگه یه گوشی پرچمدارم نمیتونستی بخری. باید خوش شانس میبودی که با 13 میلیون تو سال 1402 بتونی یه هدفون XM4 سونی بخری. و الان که آخر 1403 این پول نهایتا میشه یه گوشی پایین رده سامسونگ. خیلی حرفه که قدرت خرید شما در عرض 7 سال از یه ماشین برسه به گوشی پایین رده. حالا یه عده از عزیزان میگن که شما سیاه‌نمایی میکنید. والا سیاه‌نمایی نیست، من دارم از رویاهای یه نسل میگم، بدیهی ترین چیزهایی که میتونستیم داشته باشیم و روز به روز داریم ازشون دورتر میشیم. این بده.